تیم یکیچ جلو افتاده که الان 3-1 عقب مونده از بارسلون. میزنه توپو، اشتباه، فرصت. حالا ضد حمله بارسلون به کجا خواهد رسید؟ نگاه کنیم حرکت رافینیا، میره برای گل. رافینیا پاس، گل. بله، گل چهارم برای تیم بارسلونا. این بار بالده میزنه. تلافی کردن و ضد حمله طوفانی تیم رئال مادرید رو. چی کار کردن؟ چوامنی فاجعه امشب رئال مادریده. خط دفاعی این تیم خیلی بد بوده. واقعا هر دو خط دفاعی بد بودن. با آمدن آراخو خط بارسلون بهتر شد. حالا رئال کیو داره که بیاره تا خط دفاعیش ترمیم پیدا کنه؟ نگاه کنیم چجوری خوردن گلو. این حرکت داور هم مؤثر بود. یه جورایی توپ حرکت میکنه، میاد این طرف، یه پاس داده میشه برای رافینیا، حرکت میکنه، جلو میاد، والورده نمیرسه، پاس میده و اینجا بالده گل میزنه و گل چهارم به ثمر میرسه. رئال مادرید 1، بارسلونا 4. باور نکردنی این نتیجه واقعا. قوقایی از فوتبال در ورزشگاه به پا شده. هنر، زیبایی، تکنیک، پاس، شوت، گل.